هیچ کس از پیش خود کاری کرده نمیتواند مگر به اذن پروردگار عالم. حالا دجال که در روی زمین میآید قدرت را خداوند بر دجال میدهد تا طغیان و سرکشیش افزوده شود. حالا برای انسان ساحر و جادوگر هم کاری کرده نمیتواند، خدا برایش اذن میدهد، اجازه میدهد به خاطر طغیانش، سرکشیش، بدبختیش، تا اینکه عذاب جهنم برایش شعله ورتر شود. آیه دیگر میفرماید و من شر نفاسات فی العقد، از شر وسوسه‌گرهایی که اونها وقت دم میکنن گیره ها باز میشود یا بر روی گیره ها دم میکنن. فی العقد، عقد از عقد یعنی گیره ها. اینها را قرآن برای من و شما بیان میفرماید و راه علاج و چارهش چیست؟ این است که با قرآن بر بگردیم و سوره های معوذتین را بخوانیم. بعد از خواندن اینها فریب و حیله این شیادان و دجال صفتان را نخوریم. حالا میریم روی تأثیرات روحی و روانی انسان. وقتی تأثیرات را گفتیم که تأثیر میگذارد، وقت ساحرین در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو کردن، حضرت موسی علیه السلام هم فاوجس منهم خیفه، در وجود خود احساس ترس کرد. پیامبر هم بود، وحشت برداشت که قرآن میگوید لا تخف، نترس. در زمان رسول معظم اسلام بر روح و روان رسول الله صلی الله علیه و سلم تأثیر گذاشته. پس یعنی سحر و جادو بی تأثیر نیست. تأثیرش چی وقت بی تأثیر می شود؟ این که با آیات قرآن بر بگردیم و آیات قرآن را به اطراف خود کوف کنیم. تأثیرات اخلاقی که سحر و جادو دارد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که شما از 7 چیز پرهیز کنید که اون 7 چیز مهلکات است، انسان را به هلاکت می‌اندازد. اجتنبوا سبع الموبقات، شما از 7 چیز مهلکات شما اجتناب کنید، بپرهیزید. صحابه پرسان کردن قالوا و ما هی یا رسول الله، این موبقات و این مهلکات چیست؟ برای ما بیان بفرماییم. آنجا بیان کردن رسول معظم اسلام الشرک بالله، بپرهیزیم، با خدا شریک نگیریم. یعنی بزرگترین چیزی که انسان را به هلاکت میاندازد شرک هست. دوم از سحر، دنبال شرک سحر گفته شده است. خیلی مسئله مهمه، از سحر بپرهیزیم. چقدر رسول الله تاکید کردن. سوم بعد از سحر بیان میکنن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، از کشتن ناحق، از آدم کشی، یعنی از آدم کشتن سحر مقدم. چقدر خطر دارد. امروز در هر گوشه و کناری میبینیم که انسانهای شیاد و انسانهای دجال صفت و اینها نشسته هستند و از اون شیطانتر و بالاخره شیادتر به دروازه اونها را کوبیده و فلان و فلان و فلان، از من چی گم شده و بالاخره در کجا. خیلی برادرها جای تعجب هست. شیخ مزخرف شیشته، کسی از او هم مزخرفتر میره به نزد از او. پولام گم شده، چند گم شده؟ مثلا 1 لک افغانی گم شده. خب برادرها متوجه باشن، 1 لک افغانی گم شده، تو پیدا کن. میگه 10,000 بدی 1 لک تور پیدا میکنم. میگم کجایه؟ حالا انسان بدبختی که پیش از او انسان مزخرف میری، اگر او خبر میداشت که 1 لک برای خود خبر میداشت، اگر خبر میداشت که 1 لک برای خود خو میگرفت، جنیات خود روان میکرد، 1 لک می آورد، میگفت من برادر خبر ندارم ما کجایه. 1 لک از همه گذشته به کابل بانک و عزیزی بانک و یک چند تا جندا خور ری میکرد، از اونجی میگفت پول به من بیارین. چرا به 10,000 و به 2,000 قناعت داره؟ از اینجی مثلا میگه به ولایت بادغیس تر سحر و جادو کردن، تعویض به کنج سرای فلانی دفنه، 3,000 افغانی بدی که اینا رو شاهد دارم که الان استاده کنم، میگن که ها از ما چنین شده، رفتیم چنین بوده. 3,000 افغانی بدی که من تعویض از ولایت بادغیس بردارم بیارم. خب چگونه عقلی میپذیره؟ لا یعلم الغیب الا الله، غیب به جز خدا دیگر کسی نمیداند. و عنده مفاتیح الغیب، همه کلیدهای غیب به نزد الله است. قل لا یعلم من فی السماوات و من فی الارض،
هیچ کس بگو نمیداند آنچه که در زمین و آسمان است الا الله جز خدا. اینها تأثیرات اخلاقی که یک برادری چقدر عقل قاصری داره میره میگه 10,000 از من گم شده، شیخ میگه 2,000 به من بدی اونا رو پیدا میکنم. خب اگر پیدا کرده میتوانست به والله قسم اون نمیشیشت به اونجی که به 2,000 یک انسان قناعت پیدا کنه. تأثیرات اقتصادی ایکو تأثیرات اخلاقی بود که جزء ساحرین و جزء کسانی که حضرت عمر رضی الله تعالی میفرماید اقتلوا کل ساحر و ساحره، شما بکشید هر جا ساحر و ساحره را میبینید آنها را از بین ببرید. مسئله اقتصاد هیچ وقت من ندیدم در بین این شیخای مزخرف یک انسان فهمیدی بیایه، یک انسانی که از مکتب صنف 12 فارغ شده باشه بیایه، هیچ ندیدم. از پانتون فارغ شده باشه یا یک انسانی که ذره عقل در وجود از او باشه نماده. خیلی کسانی هستن سواد ندارن اما عقل دارن، ندیدیم بیایه. هر جا بیچاره اخنکنده از هر در مونده میره، بعد از او مالک 2,000 افغانی نیه و قدم اول میگه که تو مرغی بیار. از مرغ گذشته با چقدر چما و فریبای مرغ سیاهی بیارن، باشه لنگا از این نفر بکنه قریه به قریه بگرد مرغ سیاهی. هم فرق مرغ سیاه و سفید کو به پرووالی اونه کجای دیگه مرغ سیاهی. بعد که اویی که چیستره گوسفندی بیار. از یکی پرسان کردم گفتم چرا شیخ به تو گفته گوسفندی بیار؟ گفت چی؟ گفته که این گوسفند امی دل از این بکاره. گفتم که از بازار یک دلی میستوندی میبردی برای دیگه گوسفند لازمه. گفت نه شیخ گفته که این گوسفند باید داخل سرا کشته شه که امی دل از این داغ بیرون شه بالی و خونده شه. چی چمها، چی فریبها، چی حیله ها، چی چیزایی که امروز 1400 سال از قرآن میگذره، قرآن به گوش ما پوف میکنه که امروز زمان جاهلیت نیست، اما چقدر انسانهای دنبال چنین حرفهای میگردن. تأثیرات اقتصادی برادر نون نداره که بخوره، قرض میکنه، بالاخره به هر ترتیبی میشه یا گوسفند پیدا کن، 10,000 پیدا کن، 20,000 پیدا کن، به همین ترتیب تعویض‌هایی که از خون نوشته باشه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل، از جمله چیزهایی که نجس یک خونه. به خون چگونه تعویض نوشته میشه؟ به خون چگونه آیه قرآن نوشته میشه؟ آیا حیف آیه قرآن نکرده که با یک نجسی او نوشته بشه با خون؟ پس برادرها کی بیدار میشیم؟ به این مسئله چرا امروز انتخاب کردم؟ دیروز در همین منطقه ما 3 نفر از شیخایی که چنین کارها میکردن ما توبه دادیم، کتابهای سحر و جادو اینا رو گرفتیم، الان پیش منه هر کدام از اینا رو. از آخر به بعضی برادرها از لابلا از اینا چیز اشاره خواهد کردم که برای ما چی میگن. مسئله اقتصادی یعنی اقتصاد یک نفر رو به هم زدن. میرسیم رو به اخیر بحث که آیا امروز ما چی باید بکنیم؟ آیا عمل کردن بر سحر و جادو چی حکمی داره؟ آیا کسی که به سحر و جادو عمل میکنه آیا کافر مسلمان چیه؟ تفسیر روح المعانی از حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیان میکند. همه ما میگیم مذهب از کی داریم؟ از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه میفرماید اگر کسی ساحر و جادوگر را دستگیر کرد و ثابت کرد که جادوگر و جادوگری میکرده و جادوگر هست، جا در جا باید کشته شود. این انسان کافره. جا در جا. اگر گفت که من 1 هفته پیش توبه کرده بودم، اینجا کشته نمیشه. اگر جا در جا با سند و اسناد گرفته شد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن باید کشته بشه، چون به قول حضرت عمر عمل میکنن اقتلوا، بکشید کل ساحر و ساحره، هر زن شیاد و دجال صفت و هر مرد شیاد و دجال صفت را جا در جا بکشید. پس هر کس سحر و جادو میکنه از لحاظ شریعت مقدس اسلام کافر، و کسی که به طرفش قدم میگذاره و میدانه و عقیده میکنه و اعتقاد میکنه، این هم بیم کفر برایش میره. پس چگونه من و شما دیروز شیخی را که توبه میدادیم برفت که خور پیش ما بالاخره به یک شکل وانمود کنه، استاد شد، گفت از روزی که شیخ شدم 2200 تا زن بچه‌دار کردم.
خب این عقل این بندازیم مکلخو 1200 تا زنه. خب او 1200 تا زن به شوهرها از اونا من مبارکی میدم، مبارک باشه برای شما به اون شوهرایی که همین 1200 تا زن اینجا بودن. حالا این بچه چون 2 سال در خانه تو بوده اولاد نیاوردن، این اولاد یا از شیخ یا جندا شیخ، از دیگه اضافتر کنیه. چون اگر به چوف و دم و دعا و اینا میشد، اگر با بالآخره به دعا میشد، چرا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 9 سال آیا هیچ وقت آرزو نکرده باشن که از عایشه اولادی به دست بیایه؟ پس حالا قائل به اینیم که شیخا جن دارن، یا او طفل از جنیاته یا از شیخه. پس عقیده کردن به این الفاظ، عقیده کردن به این کارها، اعتقاد به این کارها از لحاظ شریعت مقدس اسلام، از لحاظ 4 مذهب اهل سنت و جماعت کفر. برادران عزیز و بزرگوار، بعضی مردم میگیم کافر شدی، فکر میکنه وقتی کسی کافر بشه 2 تا شاخ بیرون میکنه. شاخ کو بیرون نمیکنه. امریکایی‌ها تا بازار اگه وقتی دیداشیم نه شاخ دارن نه دم، کافر هم هستن. به همین ترتیب پس باید ما متوجه باشیم مسئله زودم انسان کافر نمیشه، اما ایمان نگاه داشتن هم خیلی سخته که انسان ایمان خورزودی نگاه بداره. پس به همین ترتیب باید ما متوجه باشیم به این مسئله. در هر قریه، در هر جای، در هر شهر، در هر دیار، در هر جا که ما و شما مشاهده می کنیم، چنین انسانهای مزخرفه، چنین انسانهایی که در بین جامعه آنها چنین افعال دارن، آنها باید که جلوگیری بشن. همه ما و شما میدانیم که معجزه و کرامات و استدراج، معجزه از آن انبیای خداست، کرامات از آن اولیای خداست. انکان عالما، اگر عالم بود، اگر جاهل بود استدراج هست. از شیخی که کتابار گرفتم اولین سوال می بود، گفتم کلمی خور بگو. گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. گفتم لا اله الا الله چی معنا؟ گفت نمیفهم. خب گفتم دعا نظر بخوان. گفت نمیفهم. گفتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، همین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چیست؟ گفت نمیفهم. گفتم دعایی که پیامبر بر سر بعض انسانها خواند و خود پیامبر همیشه دعا میکرد، میگفت اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلقه، این جمله رو معنا کن. گفت نمیفهمم. پیش ما عصای گذاشته بود ورداشتم که فرق سری بزنم، دستم یک برادری گرفت.